خیریت پولاد علمدار را داشتیم. دشمن در دست ماست. پولاد علمدار در دست ماست. دشمن در دست ماست. پولاد علمدار در دست ماست. پولاد علمدار را داشتیم. پولاد علمدار در دست ماست. دشمن در دست ماست. پولاد در دست ماست. پولاد در دست ماست. پولاد در دست ماست. دشمن در دست پولاد علمدار در دست ماست. پولاد در دست ماست. پولاد در دست ماست. پولاد علمدار در دست ماست. پولاد علمدار در دست ماست. چیکار میکنی اونجا؟ سردار چای را انتظار است. میآید چای میآید. کنی زود باش. زود تقسیم کنید. تقسیم کنید. کنی بس است. روید. تقسیم کنید. کنی از پسی کار شوید. کرته پولاد علمدار در دست من است. نگاه کن، این ساعتی پولاد علمدار است. برویش نزنید. برویش نه. بس است. ببریدش. بیا بکشیمش. سری پولاد علمدار رو میبریم به نوار میگیریم به اینترنت میپرتاییم. گفتم کنه. چرا نبوده سردارم؟ کشتن پولاد علمدار این بریدن جنگ است برای ما. اگر سری پولاد علمدار رو ببریم سری هر دویمان هم میرود. اگر این رو ما نکنیم این رو مخابرات میکند. این شرف نصیب ما باید بگردد. تو میدونی که من چطور رو دستگیر کردم. وقتی که من از دنبال او میرفتم اجر رو پیش چشمم دیدم. برای چی ما این شرف بزرگ رو از دست بدهیم؟ حاضر موردی همین است. سردار چی میخواست از گفتم؟ بیرو دو گفتم. تو دیوانه شده ای؟ از این چایکش چی میخوایی؟ این عجوبه رو تو برای چی اینجا نگاه میداری؟ من نمیفهمم. من در حقیقت دیوانه شدم. پولاد علمدار رو برای چی نمیکشید؟ چون که برای پولاد علمدار تنها بشار اسد حق دارد. چیزی که او میخواد همان میشود. این طور که باشد بیا دست پولاد علمدار رو ببوسیم و بگوییم که رئیس جمهور برای والی شام تعیین کردن من واسطه شدن تو را میخواسته است. این جوان ها همشان همی خیل به عقل و به ملاحظه‌اند. مرا با این سورپریزت قرضدار کردی. تو دیگر به سورپریز ها عادت بکن میته جان. من تو را از پیش چشمم دور دیدن نمیخواهم. به من باور نداری؟ چطور باور نمیکردم ولی از اون که تو را راهبران پیشینه‌ات آسوده نمیگذارد من بسیار نگرانم. کویک ما بینم چی گپ باشد که این عزیز با دبیر کلی من جنجال دارد؟ من آوازی دبیر کلی تو را نمیشناختم مگر کیست در درون؟ این کار چنانه که تو تصور میکنی نیست. سرده مرو پیش روحم رو نگیر. سرده مرو دستت رو گیر. بگذار مادرشم ببیند که پسری او چخل به انصافی بی‌معنی است. جانم با پسر جنجال کردند. جنجال کجا؟ او دیوانه به چی حالت آورده است مرا نمیبینی؟ این را پسد کرد؟ من از نام او عذر میخواهم. من چنین میکنم که از تو عذر بخواهد. میته این خانم را هر چه زودتر به بیمارخانه خواهش میکنم شما شریک نشوید که او یک بار دیوانه میشود. واقعا این همه رو از پشت شما با من کرده است. پسد رو دیوانه کردید شما. بوکت خانم بیایید شما رو به نزد دکتر برم.
رئیس پوست کجاست؟ یک تاش رو بگیر. نمیخواهم. ببین همش رو من میخورم. چیزی خواهی خور، مرا آرام گذار. الیف بابایم قریب مونده است که بیمیرد. لیلا بیا با پدرم زنگ زنید. زنگ زدیم می آید. می آید اما که جاهید می آید خواهر یکا. خدای جانی من تشکر است. کمان یک بینم. نه دخترها در اون در اومده نمیمونند. ببین حتی من هم ایستادم. با بابایم چیزی شده است. خواطر نشو جانکم، من زود می آیم. احوالت چطور است؟ پشتم درد میکند. چطور درد نکند؟ قربانی خداوند بشوم. ببین چی درد و رنج به ما داده. خانم معذور شدی که من نمردم. آفرینت باد کجایی. تو گمان میکنی که من نمیدونم. اگر دلی تو محزون نشود، فشرده نشود، باز از کی میشده است؟ پیر شدیم خانم. نه به سری پسری من چی بلای دیگر آمده است. دلم گواهی میدهد. بابای عمر اقلا تو بگوی دخترم، این بابا و نبیره از من پنهان میدارند. پسری من کجاست؟ از پی کارهایش رفته است. پدرش در این وضعیت است و پولاد نمی آمده است. میخیل پسر مرا سوریه فرستادند. برای چی؟ خدای نظیفه بابای عمر رو ناراحت نکنیم. بیایید من میگویم. روید. مادامی که پدرم می آیم پس چقدر غمگینید؟ بابایت رو غمگین کردی خواهر یکاش. من هم بسیار غمگینم. پدرم که اومدن میگویم که ما رو گرفته به امریکا ببرد. آنجا ما رو کسی نمیشناسد. بابا و بیبی هم را آسوده زندگی میکنیم. لیلا هم می آید. ما هم رویم. شما نآیید. برای چی؟ شما که بیایید پدرم باز با شما یگان کار میکند. من باز او را نمیبینم. بابایم غمگین شود و دلش باز میتپد. ایستید خدای نظیفه. حیف شما. مادامی که پسری من اینجا نیست، شما برای چی اینجایید؟ شما برای چی با او نرفتید؟ پولاد خودش نخواست. مادامی که پسرم نخواسته است، من هم هیچ چیز نمیخواهم. دفع شوید بروید. اگر با پولاد حادثه رخ دهد چطور برایم نگاه میکنید؟ حیفی تو. خدای نظیفه اما که جاهید. مادامی که میدونستی برای چی به من نگفتی؟ اما که جاهید بیبیم بسیار خشمگینند. شما رو برای همین رنجاندند. پدرم که آمدند همش میگذرد. شما رو در سر قهرشان رنجاندند. جانم پدرم می آیند اما که جاهید. می آیند یا نه بگوید آخر. در سیمای تو سردار رو نمیبینم. برو سردارتان بیاید. گماشته سطحی بالاترین ترک رو ببینید. چقدر جاهل است. هیچ سوریه رو نمیداند. نمیداند که در اینجا هر کس به سری خود سردار است. تو وقتی سروری مافیا گشتن چند ساله بودی؟ از من هم خورد بودی. سرور تولد میشوند. مادرت رو همچون یک شخص ناچیز و ناکس ساده است. تو خودت گناه نداری.
وقتی که تو را دستگیر کردم با مادرم زنگ زدم، پرسیدمش که دشمنی سوریه رو چیکار کنم. گفتند که دشمنان سوریه دل ندارند. پس چی دارند به جای دل؟ گفتند که سنگ. مادر من همیشه حق میبرایند. خوب ببینم این دفعه نیز حق میبرآمده باشند. تو به مادرت دروغ گفته ای. تو مرا نداشته ای. من خودم تسلیم شدم. پولاد علمدار، تو پیر شده ای یا حریص شده ای؟ تو حافظت را گم کرده ای؟ تو فراموش کرده ای که در این روزهای آخر از سرت چی گذشت؟ حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الله تو را تا همین جا داده بوده است. بس است. کسی اگر باری دیگر به من دست میرساند میشکنم. خانم وای به شرف مته با شما گفت که این کار پیران است. همین خیل با تو چی؟ کسی گفته باشد گفت. مسئله مهم پولات را از اون جهنم نجات دادن است. شما چونین اندیشه دارید که اگر شما به مقابل پیران میبرایید اکاتون را از وظیفه‌اش سبکدوش میکنند؟ اکا اینجاست یا اینجا نیست، دیدن دشمن او برای شما عیب است و باز از خانه او برآمدن. شما با من رقم تلفن پیران رو میدهید یا نمیدهید؟ ما بگیر رقمش را که پیدا کردی. مرحمت. نامش چیست؟ اشرف. من به خاطر تنها یک لحظه دیدن پولاد به خانه مته هم میروم، با شیطان هم در تماس میشوم، خودم رو فدا هم میکنم. شما دیگر نیت کشتن مته را نکنید. مادامی که هر سخنی اکاتون برای شما فرمان است، هر چی که او امر کرد از پی اجرایش شوید. ما از وطن خواهان روس بسیار ناراحتیم، اما به بوی مطبوعات سوریه ما نباید روسیه را برنجانیم. من هم عیناً در چنین اندیشه‌ام. همکاری روسیه با ایران همیشه برای ما تشویش ایجاد میکند. مسئله انرژی بسیار مهم است. روسیه اگر میخواهد بر راستای انرژتیک تشویش ایجاد میکند. گذشته از آن اگر روسیه در سوریه منفعتدار باشد برای امنیت ملی ما تشویش آور است. ما مجبوریم که امنیت کشور خود را به یک سمت‌های سیاسی خود تبدیل بدهیم. به خاطر تأمین استقلالیت انرژتیکی برای هدفهای استراتژی خود را به حیات تطبیق کردن ما امکانیت ناچیز داریم. به این مدتی که ما میخواهیم منبع انرژتیکی خود را بیافزاییم. من به گفته های تو شریکم. به خاطر هرچی بیشتر کاندن وابستگی انرژتیکی خود از کشورهای خارجی کوشش‌های زیاد کرده می شود. امنیت حیات ما نیز از رکنهای اساسی امنیت کشور خواهد بود. این حوادث ما را وادار می کند که تدبیرهای علاوه‌ای بیاندیشیم. شما چنین میپندارید که نسبت حیات ما باز یگان تهدید نو موجود است؟ آره، برای همین من قرار کردم که برای این تدبیرهای علاوه‌ای باید بیاندیشیم. هر عضو هیئت اکنون به واسطه دسته مخصوصاً پرورده در یک روز 24 ساعت باید حفظ کرده بشود. این برای در پنهانی ماندن ما مگر تهدید نمی کند؟ در این بابت نگرانی نکنید. شخصانی که شما را می پایند
کارشان بسیار خوب است. جناب، واقعا ما دسته خاصه محافظان داریم. اگر شما همچون سردار برای ما پاسبانان میگمارید، استقلالیت ما زیر سایه شبهه میماند. این معنای آن را دارد که شما از ما باور ندارید. اگر در مسئله باوری مشکلاتی است، من شخصا آمادم که با خواهش خود ترک وظیفه بکنم. رفیقان، فراموش نکنید که ما گرفتار سوء قصدی به جان پیرمان گشتیم ولی تا به حال گناهکاران نیافتیم. در حالت وضعیت فوق‌العاده تدبیرهای فوق‌العاده باید بیندیشیم. همه ما اینجا برای آسان گردیدن وظیفه های به دوش پیر بزرگ نهاده آمده ایم. حجره را خالی کنید، اینها را به جای دیگر ببرید. کی اومده باشد؟ باید که پولاد باشد. ما رو اینجا دیدن زمان برایمان توف میکند. باز که هجومی به سر روز کردن ما را نگویالی تکین. بین هم من از شرم میمیرم. بمیر. انشالله اکی پولاد نیست. امروز یکی از خوشبختترین روزهای زندگی من است. به شرف این کارنمایی بزرگم همه شما را عفو میکنم. همه اینها را به بیرون برارید. هرچی در اینجا دیدید شنیدید در آزادی بگویید تا بفهمند که هر کی با ما خیانت میکند به چه گرفتار خواهد بود. محزون نشوید. من هم مثل سوریه در اسارتم. شاید من نجات نمیابم، اما سوریه حتما به روز آزادی میرسد. الله اکبر، الله اکبر. همه تا را گیرید، زند اینها را زند. بزنید. شما اینجا چی کار دارید؟ اکا این چیز کجا پشت؟ سردار امر کرد پولاد علیمدار می نوشد. چی دارد؟ چای. حریفی بدبخت، چطوری هم باشد از او حتی سگ هم میترسند. نکن، جانم میسوزد. تو از همین میترسی؟ بنوش چای از خوب است. نمیخواهم، رو از اینجا. پولاد علیمدار، تو را دوست می‌دارم. من به تو حیران. تو بزرگ قهرمان. آدمان شنیدن پولاد بزرگ، کلتک. من کلتک نمیخواهم، اما تو را دوست می‌دارم. ترکیه را دوست می‌دارم. استانبول زیبا، بسیار زیباست. استانبول. تو استانبول را از کجا میدانی؟ تلویزیون بسیار خوب است. استانبول را نشان میدهد. چای خوب است، گرم، تو را خوب میکند.
نزدیکتر نزدیکتر. تو را سوزاند خوب شود. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tek... Aramış olduğunuz numara sisteme kayıtlı değildir. بفرمایید خانم. آخرین رقمی که من به تلفنم گرفتم با اشرفتم شخص منصوب است. او کیست، چی کار است، در کجاست؟ تا سحر به من انیق بکن. اکا چیکار میکنیم؟ گپ نزن که به سرت بلا میاری. اینجا مردن خوبتر و اولاتر است که همدردی اظهار. سرداران، ریشدارها، دمت را بگیر. با تو چی برادر؟ من چیزی را که گفتم همان را میکنی، فهمیدی؟ بیرو دف شو. تو هم نوشیدی؟ نه ننوشیدم. ابله ما خوردیم که برای اجرای وظیفه رویم. وظیفه تو نظارت از بالای این هاست. تو در این حالت پدرت را ببینی نمیشناسی. ببینید جنجال دارند. روید آنها را جدا کنید. میخورند یک دیگرشان را. اینها نباید بمیرند. اینها را گنرال روس باید ببرد. نمرد باز. این مرده است. نامدی کار را ببینید. یگانه آدمی که به ما ضرور بود این هم مرد. برانید این را. بکشا. دهانت را بکشا میگویم. کشا. ما از این بسیار داریم. کشا. کجا پوش بدو. بدو.
این کلچه ها را که خوردیم شیر میگردیم. در اینترنت شما همین خیلی میگوید کلچه ها را کسی خورد جسور میگردد. کنی ببینیم شما هم مثل ما جسور میشوید. پولاد آمد یا نه آمد؟ خدایا گویا که مشکل ترین سوال را من از شما میپرسم. به من چی نگاه دارید؟ آمده است یا نه آمده است؟ آمدنی باشد می آید. خیر فهمیدیم. برای چی نه آمد؟ سلابری کاری نیست که دیر بکشد. قره حالا نه آمده است. وقتی که آمد از خودش بپرس که برای چی دیر کرده است. شما از من پنهان میکنید. خیر فهمیدیم که نه آمده است. کشتنی از حد رفته بوده است. افتخار همه ماست. پس سی را فاش نمیکنیم. اکا بسیار غم نده ما رو. بفهم که یگان کار شده است. دیدی نفیس تربیه دولت چخیل می شود. مرا مبارک باده شاید آمده باشد دوستی قرای ما. تنجیست نشان مبارک مته بای. یک نشان سر سینه ما ناویختم. ببینیم که میداند فرجام ما هم مثل فرجام پولاد علمدار شاید می شود. چی گپ های نو؟ یگان حادثه شده است؟ قره بیا گپ زنان کنیم. چی میگوید این؟ با جای اکا این کس تعیین شده است. کو بیرویم چی گپ باشد؟ از برای خدا تو دیگر قلب نزن. بچه ها برای پولاد عزا گرفتند. یگانه آدم با اعتماد منو توی. با پولاد چی شده است؟ اکا تو واقعا نبیرپایی داشته ای؟ از هیچ چیز خبر نداری مگر؟ پیران قلم پولاد رو شکستن. هرچند که التجا کردم که نکنن، اقلا رو از بازی بیرون نکنن. گوش نکردم. و هم روزی شد که سوریه برود. سوریه اکنون یا سر اسد رو میگیرد یا سر خود رو میبازد. نمیدونم چیکار میکرده باشه. اونجا کار هم است ولی شر نیست که او پی اجرای آن بشود. او کار را چطور تصور میکرده باشد؟
تو نفهمیدی، او را مجبور کردن. می اومد اقلا کوه می برآمدیم، کمی رمبانی می کردیم، هوای تازه، بادی فارم. یک راحت جان. تو چیکار میکنی؟ چی نیت ها داری؟ من که ها باز نشستم متبای عریضه از کار رفتن مرا پولاد هیچ قبول نمی کرد. مادامی که او نیز به تو میدی همش، خواهشی مرا تو خودت اجرا بکن. بیهودگی نکن، من تو رو دیگر آرام نمیگذارم. حالا تو ایستا صبر بکن، من اول باید نبیرم را کلان کنم تا باز دید. خیر میستید، عقلتون رو خورده اید. اینجا مثل گلدان میشینه دیگر قرار. بخیزید بروید، از پشت اون مردنی باشید، یک جای همانجا بمیرید. قره بیا همراه میرویم. حالا اول شما بروید، بعد مرا با اونجا دعوت کنید. بیایید مثل کف قطارک در یک نوده نشینیم. جناب، شخصی که انتظارش بودید آمد. ما را تنها بگذار. خوب شده است. تو چند ساله ای؟ جناب، چندی از عهده کار برآمدن تجربه اندوختم، نگران نباشید. چیزی از تو میپرسم، همان را جواب ده. 27 ساله هم جناب. چند سال است که تحت فرمان مایی؟ 22 سال است. پسرم، من میدانم تو تا چه اندازه از عهده کار میبرایی، چطور فرمانهای ما را به جا میرسانی. تو البته از پی کاری خودی و من میفهمم، اما به پای من مکش. کاری من معتقد بودن در اون است که شما در امن و امنیت هستید یا نه. برای همین من مجبورم که گاه شما رو ناراحت بکنم. هیچ مجبور نیستی. اگر مرا بار دیگر ناراحت میگردانی، من به تو حدت را نشان میدهم. اگر تو کاری خود را کردن میخواهی، یک راهی بجوی که نه مرا ناراحت بکنی و نه کارت ناکرده بماند. بیا جوانی خوب، اینجا بشین. همین خیلی خوب است جناب. بشین گفتم. نامت چیست؟ میرسد جناب. رومینی؟ بوسنیگی هم جناب. تو هم مثل من پسان به وطن آغازیت آمده بوده ای؟ شما هم مثل من از بوسنی هستید؟ ما بر اثر استیلای روس از قزان گریخته ایم. از این رو ما به قدر وطن آغازی میرسیم. من شما رو خوب میفهمم جناب. من هم در محیط فاجعه بالکان با خوردن غم مردم کلان شدم. از این رو قیمتی میهن رو خوب میفهمم. ما و تو هم دیگر را خوب میفهمیم. رفیقان گرد و اطراف را به تو نشان دادند؟ یگان احتیاجی به من داشته باشی شرم ندار. همه چیزی لازمه رو کردن جناب. برای توجهتان تشکر. این چیست وهاب؟ تلفن به نام همین امک ثبت شده بود از خانم. امک جان شما تلفن دارید؟ تلفن خانگی دارم. تشکر امک جان، سلامت باشید. مرحمت. مرا مسخره میکنند. باز اینها پیر بودند. من به شما نشان میدهم. تو به ما کمک کنی، ما هم به تو کمک میکنیم. من به تو کمک میکنم، اما تو مرا در حضور پیشوایت استنطاق نکن. تو چی خیل نمیفهمی؟ پیشوا خودی منم.
تو هم که کلان شدی شاید پیشوا میگردی، اما هنوز نه. رئیس جمهوری ما رو برای چی میکشته ای؟ چی نقشه داشتی؟ مادری جانی تو یاوری من میشد، پس هم تو خودت میامدی. اگر تو باری دیگر از حد میگذرانی من فرمان را انتظار نشده تو را میکشم. چی کار کردی جانم؟ با پسر صحبت کردی؟ نه، یافته نمیتوانم. رئیس هم نمیداند که کجاست. جانم خانه‌ات برو. من یک کار دارم. تمام که کردم پسرت رو میابم. مته بای، همه از این کار گریخت و تو یگان جای گریز نیافتی چی؟ این را به من سپارش دادند و میدونند که من این خیلی عادت از این کار گریختن ندارم. یعنی تیجه گفته نیست که ما در این موضوع بسیار جدی ما، هرچند که در گذشته نزدیک شما را تنها و تنها همچون قاتل میدونستیم و شاهین های شکاری را همچون کبوتر سر میز میشیناندیم. گذشته در گذشته بیماند خانم لاله. در گذشته من تا درجه تو و تو مثل من تجربه دار میبودیم، این کار تا به این درجه نمیرسید. عقل تیجه نو به کار در آمده است. این برای راهبریت ما یک هدیه خوب خواهد بود. بفرما، گوشم به توست. مسئله سوریه معلوم است. هم سوریه هم ایران میخواهند که وضع را شما باز هم متشنج بگردانید. این هم به ما هم برای شما ضرر کلان خواهد آورد. آمدن زمستان خوب شد، ولی این مسئله نوبهار است. ما میخواهیم که شما در داخل گروه موقع مهم داشته باشید. یعنی تیجه مرا کشتن میخواهد؟ برعکس، ما برای سهم گرفتن صلح هر چی ضروری است به شما یاردم دادنیم. باید شما چند اقدام مهم بیاندازید. مثلا گذشته را یک به خاطر بیارید، مثل قرفایلان مجهولی دیگر رو که به مردم ما خیانت‌های فوق‌العاده بزرگ کردند. دست کم همچون یک چیزی رمزی به محکمه بکشید. قوت و درمانم بده. کشو
کمی زود از اینجا برو. تو را گوش میکنم. من از کجا میدونم که تو پیشوایی؟ چی فرق دارد؟ اگر پیشوا هم اینجا نباشد هرچی میگویی میرسانمش. من یک سیر را گفتنیم. این سیر را پیشوا نیو میانجه شنود آن را به اسد میبرد، به دل و دیده او میدراید. این هیچ چیز نمیداند. دولت ترکیه ما را مطمئن ساخته است، برای همین این را پیش ما فرستاده است. سردارم بیا تا شما را به این کارها بیهوده مشغول نداریم، بکشیمش. اگر این رو کردم میتوانستید که ها کرده بودید. من یک پیام آوردم. آن پیام را اول باید به پیشوایتان برسانم، پس آن به بشار اسد. من به کسی دیگر آن را نمیگویم. خیر بگو. پیشوا این منم. مرا باور کنن که تو پیشوایی. چی را انتظاری؟ چی دستم را بالای قرآن بمانم؟ اگر به من چیزی گفتنی نداری مرا نزد اسد ببر، وگرنه من چیزی نمیگویم. خانم داچتون، سپارش دادید، به اشرفبای نام شخص برخورد کردید. اگر ما هم تحقیقات میکردیم عیناً به همین نقشه میرسیدیم. پیران نام سازمان بوده است، میدانید؟ همین خیلی میگویند که هست تو، ولی من ندیدم. کی میداند؟ به من بگویید. خانم داچتون، شما یک شخص معتبرید. اگر شما تنها به کارهای خود مشغول شوید و بسیار کارهای بزرگ موفق میگردید. درست میگویید. بفرمایید خانم. با اهل مطبوعات برسانید که فردا ساعت 11 پریس کنفرانس برگزار میکنم و درباره در داخل دولت موجود بودن یک سازمان پنهانی معلومات میدهم. با آن پیرانی که شما نمیدانید که کیستند بگویید که فردا ساعت 11 وقت یابند. اگر کسی با من تماس نگیرد میبینید که چطور من آنها را با ساختارهای دولتی به هم میارم. هر زمان در زندگی عقلت را باید به کار ببری. عقل را. تو را 1000 بار گفتم ای بچه، عقلت را. خدایا تو اینجا چی کار میکنی؟ کاری تو چی؟ تو چی؟ مامور این باغ هستی چی؟ کاری خودت کن. ایستا بگذار بیاید یک تگی آتش بگیرم. ای بچه تو خودت را کشتنی؟ بلای چی دوستم؟ بلایم از اولادان بلایم. میبینی تو برای چی درخت را پوست میکنی؟ اکا پول ندارم. اندک پس معشوقم میآید، برای همین کردم. خیر از اول همین رو میگفتی به جای این همه نغمه و کارت. ما هم میفهمیم یک چیز را ای بچه. بکی برای این جوانی خوب یک دسته گل تیار بکن. این پول را بگیر و برای نازنینت گل است یا یگان چیز دیگر است بخر. فهمیدی؟ یا این پول کم است ها؟ اکا این 50 لیره تنها با یک دسته گل میرسد. از اینجا زود. بکی این را از زمین بگیر به دست بچه دیگر نرسد. ببین در اینجا چی نوشته است. ببین. قراره باز از دنبال گل و مول میگردی. چیکار بکنم؟ از آدمان دیگر نفع نیست. من هم از زمین گل و دال و درخت فایده دیدم. دل و جگرم را خوردن. نغزو لیکن تو با من سوق و سلامت در کن. باز سر شد. امروز کسی را که میبینم تو با من در کاری میگوید. من خوفلی انگلیسی هم چی؟ ولی تو کلیده نیستی که همه در ها را کشاده نتوانی. شما کیستید سمه؟
او کسی که در پشت توست شاید کودک نیست. برادر، کشاد روشن گفتن در صلاحیت من نیست. به خاطر مملکت یک عملیات مهم و آن را باید تو انجام دهی. 300 سال است که عیناً با همین نوع جمله به من مراجعت میکنند. بگو با آنها که چیزی دیگر فکر کنند. عملیات حق و حقوقت را میدهد. پس تو بگو. اگر تو 100% روزگیت را نمیدهی هیچ چیز گفته نمیتوانم. درنگ این کار پیران است؟ من نگفتم این کار آنهاست، اما کار را مردم سالار فرمودند. مصلحت میکنیم. این کار را کسی میفرماید مرا با او در تماس بیار. این امکان ندارد. این طور باشد من نیستم. با آنها بگو که اگر اشتراک مرا خواهند مستقیما با خودی من در تماس بشوند. برای اکاتون یک مقبره باید بنیاد کنیم. چی گفته جوانو؟ کدام رنگ رو بسیار دوست می داشت؟ سیاه را. سیاه داریم تا اندازه ضروری. داریم جناب. شد سیاه باشد سیاه. حالت پدرشم خوب نیست. آدم محترم از پسرش جدا نمی شود. کمتر ذخیره هم بکن نفیس. یکی برای شخصی دوم هم در کار. فهمیدم جنابان. کجا رو با خاک میسپاریم؟ کو بگویه جوانان محترم یگون وصیت کرده است. متبای جسد او رو چطور از ترکیه میاریم؟ هرچی هست رمزی می شود. نزدیکانش آمده فاتحه می خوانند. من میخواستم که پهلوی یکی مهمتی به خاک سپاریمش. آفرین به عقل ذکاوت تو. قبر مهمت کجاست؟ جایش موافق است؟ اگر موافق باشد مکان شهیدان میسازیمش. رفتم میبینیم. کار نداره شما؟ بیا رفته بینیم. کار هیچ کجا نمیگریزد. салому алайкум. ва алайкум ассалом. ман одами пулодалим дорам. ӯ ба ман гуфт ки як кори бисёр муҳим будаасту ба ҳамин ҷо биёям. амак, шумо девонаед? чаро даро маҳкам кардед амак? ба дарун даро. بایپاس گفتن دکترها. بله خانم دادستان. همین بگاه عاجلا او را جراحی میکردند. بابای عمر برای عملیات من راضیم. صد شکر. بیهوده سرکشی کردی. پیسرت هم همین خیل میخواست. با فکری من هم همین خیل. من راضیم. اما کی که پسرم میآید بعد. چی گفتید؟ پدرم میآید گفتید؟ بابا جان چه خیلی است. بعد جراحی شدن شما پدرم حالی خوبی شما را دیده خرسند میشوند. اکنون میپایم که شب میآید یا روز، یک هفته پس میآید یا یک سال بعد. کی که آید. رگ‌های خونگرد من از حضور نداشتن پسرم در پهلوی من کرخ گشتند. پسر من این لحظه هایی که اینجا نیست، این رگ‌های من کرخ باشند چی کشاده باشند چی.
با تلفن جواب میدادی چه خیر. شاید بسیار ضرور شده ای. برای چی ضرور میشدم؟ ضرور باشد به شوهرش مراجعت کند. چرا تلفن رو نمیگیری؟ در تلفن مادرم ثبت شده است ولی من مادر ندارم. رقم غلط است. رئیس برو. ایستو رئیس. درست است، چون که تو شرم و حیا نداری. شرم و حیا میداشتی به زن تجاوز میکردی. تو چی بیهوده میگویی؟ بوکت همش رو به ما گفت. حلالت باد. آفرین. ببین رئیس، حتی معشوقه اش را هم صاحبی میکند. به سری زن دست نبرداشتن را من از پدرم آموختم. اکنون من خود به خود میاندیشم که کاش که به سری تو دست میبرداشتم شاید چنین نمیشدی. اما معلوم میشد که پدرم هم مثل من بوده است. به جانش هم میزد، به زنی کار ناشایمی نمیکرد. این رئیس که در پشت من ایستاده است مرا چکر میخورد. تو چکری پیشین را نخواد نمیدونی؟ بیا میرویم. من گمان داشتم که در اینجا مزار شهیدان برپا میکنیم، اما اینجا بسیار دور بوده است. استانبول از اینجا خیلی دور است میتبای. امروز دور از فردا نزدیک. اینجا بسیار گران است عبدالله. دولت اینجا رو به ما نمیدهد. این کار دیگر به ذمه شماست. چی شد؟ تلفنم افتیده است. شما بیروید، من میایم. تو برای چی تلفنت رو همراهت میگردونی؟ از موجهایش نمیترسی؟ سرطان است باز. نخواد من این گپا رو با تو بگویم. نفیس رفته. شما با جاهی تلفنی او را کوبید. سلاحهایتون را یک طرف گذارید، تلفن را کوبیم. ای خدا. یک طرف استید. همینجاست مگر رحمتی میماتی؟ آره. انسان یک سنگ میماند سری گور. اکنون میگذارم. تلفن رو یافتیم. گوش میکنم آقای ذوالفقار. جاهد جان، عبدالحی را زنگ زدم، جواب نداد. در پهلویت نیست؟ میگویم که بعد کارش زنگت زند. زنگ نزنید، هرچی کار دارید بگذارید و بیایید. تینجی است آقای ذوالفقار؟ سوریه میرویم. از جان پولاد خبری آمد.
ایستا من به تو زنگ بزنم. این درختها رو برید مثل گوریستان‌های امریکایی کنید. چمنزار و هموار و پهناور باید باشد. بیا جاهید، بیا جاهید، بیا جاهید، بیا. مته بای ما تاجیران باید برویم. حالا کار داریم. ما با بابای عمر خون باید بدهیم. فقط خونی ما با او موافق است. شما دیگر جایها را از نظر گذرانید. زود باش عبدالحی. تو برو، من پسان می آیم. بیا رفتیم. من هم میدادم و یک زمان بیمار گیپاتیت بودم. نفیس تو بده؟ نفیس با شما بماند. یکی در کار شد زنگ میزنیم. رفتیم عبدالحی. راه گرد. اگر تو با من نگان گپی درست نگویی اول گردنی تو را میشکنم، پس آن سگ میتی را، بعد از آن خودم را میکشم. سوریه میرویم. آقا همون دعوت کرده است. من گفتنیم که آقای ذوالفقار و قرم مرا بازی میدارانند، مردم گروه مرا نمیکشند. حاضر کار داریم، پس آن میبینیم. او هم عیناً همین خیل گفت. تاقام مرد، من یتیم ماندم، همین خیل. اگر جان پولاد بمیرد هم همان یتیم میمونیم. تو حالا کمی دیگر صبر بکن. ما نزد اکای پولاد روانیم. این دو تو رو گفتنی نبودیم؟ من هم میروم. اقلا اکای پولاد مرا بازی نمیداراند. اکای پولاد به چند گال رزیلان افتاده است. هر کس درد خود رو مینالیده است. بس کنین گپ‌ها را. بیا از دنبال من. زودتر باشید. جناب عبدالحی جاهید نیتی تو را کشتن دارند. در جنگل که گشت و گذار کردی نمیترسی که سر تو با کام شیر میرود؟ جناب این شیرها تربیه درست را ندیدند. اگر سر من گرفتاری پنجه این شیران گردد این حتما از خریگری تو می شود نفیس. وقتی فرا می رسد که ناچار به حقیقت تلخ مرگ اکشان باور میکنند. اگر آنها سروری ما رو اعتراف هم نکنند به طفل جسارتم به من احترام میگذارند. معده خوب نیست، این خوب است، بنوش. سلامت باش. ریحان دارد؟ بسیار چیز دارد. تو با من خوبی میکنی، تو را عذاب میدهند. من لط و کوب را خوش ندارم. اینجا بسیار میزنند. تنها پولاد را میزنند. هیچ گپ نیست. سلامت باش. رحمت خداوند بر سری تو باد. تو با پیشوا صحبت کردی؟ نمیدانم. او کیست؟ او سردار است. صحبت بکن. اینها بدند. لط و کوب میکنند.
تو را در گردن من بستند چی بلا؟ هر جا که میروم تو از پیشم میبرایی. چی خوب است تو رو دیدن. من این دفعه خودم ناآمدم اکا. تو به ما مراجعت کرده بوده ای. بکی این بچه نهایت زیر دست من میگردد. این را به نظر بگیر. استغفرالله اکا. ما کی هستیم که میرویم هر کجایی که میخواهید. تو اکنون اون را به سر من میکشی همین خیل؟ به سرت نمیکشم. چشمایت رو میبندم تمام. ای بچه در این سین و سال چشمی مرا هیچ کس نمیبندد. فهمیدم اکا. پس ما میرویم و میگوییم که نمیآید. گرنگ تو در عمری سرت یک بار حرفی از دهان من برآمده را درست بفهم. من حاضر چه گفتم؟ گفتم که خودم میبندم کسی دیگر نه. بیا با من بده. با من بده. بکی اگر من برنگردم این حریف را بیابو بکش. فهمیدم اکا. ارتیست اکا بسیار سخت بسته ای. بیا من کمتر سستش بکنم. شور باش دستت را نرسان که میشکنمش. بیا رفتیم. اکا زینه است با دقت باشید. فهمیدم. 2 ساعت پس او رو همینجا میاریم. فهمیدم. من انتظارم. میتوانید شینید اکا. جانم این را نمیکشوید اکا نرنج. اگر ما کشویم همون زمان تیر میخورید. این پنهانکاری را من هیچ نفهمیدم. من امینم که تو به یک ساختار پنهانی که 2000 سال است که به پا راست ایستاده در خدمت این ملت است احترام خاصه میگذاری. مادامی که با روی کشاده با من صحبت کردن نمیخواهید پس برای چی طلب ملاقات مرا پذیرفتید؟ چون که وظیفه‌ای که من به دوش تو گذاشتنیم شاید برای این ملت تقدیر ساز باشد. چطور؟ من به یک وظیفه بسیار مهم جوابگو می شوم. گمان است که از عهده وظیفه برآمده می توانسته باشم. نبیره تو را بسیار خسته کرده است. اگر تو از عهده کاری که به تو می سپاریم موفقانه می برایی آینده نبیره تو تحت امنیت ما قرار خواهد گرفت. تشکر از شما. اما من نمیخواهم که نبیره من کسب مرا انتخاب کند. اگر به این کشور خدمت کردن میخواهد به طرز و راه دیگر بکند. هرچی تو میخواهی همان میشود. ما طور میکنیم که نبیره تو در کدام ساحه‌ای که باشد تعلیم خوب بگیرد و در قطار مردمی که راهبری این کشور را به عهده خود میگیرند موقعی سزاوار داشته باشد. شاید شما دریافتید که من پیشنهاد شما را رد کردن نمیتوانم. ولی یک شرط دارم. تو را گوش میکنم. پولاد علمدار شخصی نیست که از او فروگذاری کنند. او تا امروز از همه ما زیادتر خدمت کرده است. من در این عمری دراز خود هر فرقه کارمندان دولت را دیدم، اما مثل او کسی نیست که پاک و صاف برآمده باشد تا امروز. ولی من در این مسئله به تو هیچ کمک کرده نمیتوانم. پس من هم به شما هیچ کاری کرده نمیتوانم. تو برای پولاد علمدار هیچ کاری کرده نمیتوانی، اما براستای نبیرت و دولت کاری بسیار کرده میتوانی. خوب، از من چی میخواهید؟ برای کشوری بزرگشتن ترکیه وابستگی انرژتیکی آن را باید از میان ببرداریم. برای این باید به مسئله های انرژی هسته‌ای سر و کار بگیریم. وابستگی انرژتیکی هم به منفعت ملی ما ضرر می آورد و هم
به هنگام قبول قرارهای مهم استراتژی دست و پای ما را میبندد. شما میخواهید که آنهایی که مقابل اویند عملیات برگزار کنیم؟ نه، این را ما خودمان به واسطه لابی ها حل میکنیم. ما از تو چی میخواهیم؟ میخواهیم که تو برای ما برخی مواد بسیار ضروری را به ترکیه وارد بکنی. های مرکزی مواد قاچاق دزدی در کجا بوده است؟ شما اصلا از من چی میخواهید؟ مقصد نهایی ما چنانه که گفتم نیروی توانای در این منطقه گشتن است. فهمیدم. تفصیلات را درباره عملیات از سمیح میگیری. جناب، چون که میخواستید عنصرهای کگت را در پهلوی اعضاهای هیئت جایگیر کردم. بسیار خوب. هر روز من از تو اخبارات انتظارم. خوب شده است جناب. اشرف بای آمد. در آید. مسئله دادستان چی شد اشرف؟ جناب دادستان از زمره شخصانی می باشند که از مقامات حقوقی بیروکراتی از کار و فعالیت ما نظارت می برند. حادثه های در این اواخر رخ داده او را از توازن برآورده است. گفتند که میزی گرد برای عهد وعا تشکیل کرده ما را فاش می کرده است. عقل من هیچ نمیگیرد که چطور پولاد از موجودیت ما به خانم دادستان گفته است. جناب من هم بسیار حیرانم، اما یک مسئله مهم است و آن را باید حل کرد. اشرف، از مسئله خانم دادستان فروگذاری نکن. این را نباید نادیده گرفت. تو هر چی ضرور است بکن تا خانم دادستان مسئله ایجاد نکند. پدر، پدر، پدر. دخترم. پدر جان مرا دوست می‌دارید؟ بسیار دوست می‌دارم دخترم، بسیار. از خودتون حتی زیادتر؟ تو را از همه چیز بیشتر دوست می‌دارم دخترم. پدر جان بیدار شوید، بیدار شوید.
بیا در راه. چی میخواهی؟ این کمی شما رو آرام میکند. تو به کارهایی که با وظیفه ارتباط دارد مشغول یکی از وظیفه های مهمی من سلامتی شما رو احتیاط کردن هم میباشد. با یک دیدن از دور بیماری مرا تشخیص کردی و اکنون میخواهی که باز طبابت کنی؟ از نگاه من شما بیماریتون رو باید طبابت کنید. این شما رو آرام میگرداند. طعم و بویش بد است، اما اگر تحمل کرده بتوانید خوابی آرامی این شبای شما رو تامین میگرداند. یاری دهید یلانکت هست. یاری دهید. تمام شد، گریه نکن. بیا پهلوی من. دستایم رو کشو. با من کودک بگیر. دستای من رو بکشو. برای تو من یک کودک میگیرم. کنی دخترها بیاید باغچه بروید. کنی گذر. تا هم گذر ببینم. گذر. خانم همشیره، مرا اینجا کی آورد؟ من دادستانی جمهوریم. من باشم سروزیرم. دکتر رو جغ زنید. من دکتر رو دیدن میخواهم. گشت دکتر بعدی پیشین است، انتظار میشوی. ایست، با کجا میروی؟ با تو میگویم. هی شفای کامل خانم دادستان. شما کیستید؟ اگر دونید که من دادستانم مرا از اینجا برارید. افسوس که در این حالت برآمدن شما ممکن نیست. شما خودتان رو که میحسابید؟ جوابی همه این رو میدهید. خانم دادستان، شما مرا دیدن میخواستید، من قبول کردم. بفرمایید، شما رو گوش میکنم. شما گمان میکنید که به شما میسر میگردد که مرا خاموش کنید؟ خانم دادستان، میخواستیم دم شما را کیها میگیراندیم، اما خاطر پولاد علمدار بسیار بزرگ است. ما با شما باز یک فرصت میدهیم تا هوشتان را به سر بگیرید. خاطر پولاد بزرگ بود است که او را به مردن فرستادید. این مسئله نیست که شما را متوجه بسازد. از این بعد همه چیز شما مرا متوجه میسازد. تا شما رو به محکمه نکشم من آرام نمیشوم. خانم دادستان، در این بیمارخانه هیچ کس به شما باور نمی کند. البته میبرایم. من هم شفا و از اینجا برآمدن شما را میخواهم، اما اگر شما همین طور سرکشی را دوام میدهید مهلت اینجا ایستادن شما دراز میگردد. من وضعیت شما را به دکتران فهماندم و گفتم که خانم دادستان گرفتار کسلی فراموش خاطری هستند و نسبت گروه های پنهانی تصور خیالی دارند. به نزدیکی طبابت را سر میکنند. شما مرا به بیمارخانه بیماری های روحی میبرید، حبس خانه میبرید، به 7 قبط زمین میفرارید. من هیچگاه دامان شما رو سر نمیدهم. من چیکار کنم تا شما باور کنید که شفا مییابید؟ پولاد رو صحت و سلامت برگردانید، آن وقت باور میکنم. این را من هم مثل شما بسیار میخواستم، اما این ناممکن است. افسوس چنین مینماید که شما اینجا با مدتی دراز آمده اید. نخود مرا به همین روز تو رسانده باشی پولاد.
یکی از آدمان شما در درون است. بفرمایید. کی؟ ака дар вақташ расидед. андак пас мо бояд биравем. куҷо? ту аввал бигӯ чӣ гап шуд? ака вақт истодан нест. ман ҷоеро ки акии пулодро зиндонӣ кардаанд медонам. онҷо дастҳо дар ҷайб рафта намешавад. макон пурра таҳти назорати онҳо қарор дорад. ман андак пас худамро аз даст медиҳам. барои ҳамин биед зудтар меравем. ором бишавед. бишинед як фикр бикунем. баъд чӣ кор мекунем? албатта меравем. оғо ту намешудагиашро нагӯ, мешудагиашро бигӯ. чӣ кор кунем? این دفعه به اختیاری خودت میخوری یا اینکه به زوری خورانیم؟ زبانت رو بردار. عادت کرده است. کشا او را. سیرت را میگوی اکنون؟ آره گوش میکنم. تنها به خودی تو میگویم. بیمان به حالش. نمیبینی در چی وضعیت است؟ اندک پس میمیری. ایستا. انتظار بشو. آدم ها آمدن، محابرات نپران. راه را نگیر.
ابله تو ما را کشتنی چی؟ البای آمده و آدم را میبرد. ما مگر جسد بلاد علمدار را میفرستانیم؟ او آدم سیاحت است. دستانش را ببندید، به ماشین سوار کنید، میرویم. بیا البای من. تو را به بیمارخانه میبریم گنرال. او چچینی را که به من هجوم کرد میخوام ببینم. شما پروا نکنید، تا از بیمارخانه برآمدن شما ما او را استنطاق میکنیم. البای نمیکشید، او را به من میدهید. کاروان میآید. اکای پولاد در مینیبوس است. فهمیدم. بادخال باشید. اکای پولاد در مینیبوس است. میگویند که برای تو پیشوا را کشتنیاند. من نمیکشم، کسی در کار بود کشتم. تو میدونستی که از اینجا ساخ و سلامت نمیبرای، همینطور نه؟ من تو را نمیفهمم. برای نیست کردن یک پیشوای گروه خود را فدا کردنی. تو اگر مرا میفهمی علیه ظلمی که در کشور توست آشوب برپا میکردی. جاهد حاضرید؟ حاضرم عبدالحی. آماده اید؟ آماده ایم. جاهد سر کن. بیا. من به شما نگفته بودم که نهایید؟
شما را دیده خرسند شدم. تو مرا نپرسیده این خبر را برای چی چاپ کردی دنیز؟ مته بای، نماینده گروه عیناً در همین روز هم با دولت هم با نماینده مخابرات ملاقات کرده است. برای این را پخش کردن من از کسی اجازه نمیپرسم. با تو این خبر را غازی مته داده است؟ تو در روبروی من این خیلی گستاخانه گپ نزن. این جرأت را تو از کی گرفتی؟ از آزادی مطبوعات که تحت حمایه باوری بخش قانون اساسی کشور میباشد گرفتم. مته بای، تو میفهمی با نشر این خبر با کشور ما چگونه ضرر رسانده ای؟ قرار داده صدا میبراری که جنگ سر شود. مته بای، مثل دوران پیشین بیاید کاراکتر را بیارم تا شما قرار برارید که چیکار کنیم و چیکار نکنیم. دنیز، مگر این نشر به کاریکاتور چاپ شده است؟ من نمیدونستم که پیش از نشر نزدیکی برده می شود. هوشیار شو که فردا با آن روزنامه بالایت را نپوشانند. مته بای، همه میگوید که دولت منم. شما با یک خلاصه بیایید که دولت اصلا کی است و چی میخواهد تا ما هم طبق آن رفتار کنیم. تو مرا همچون یک شاگرد مقرری مپندار. هر موضوع که با کار من ارتباط دارد باید در تصرف من باشد. نمیدانی آزادی مطبوعات بر راستای دیگر تو است. درباره آن کی با کی ملاقات کرد چنده میخوای بنویس. اما موضوع اگر گروه است، ترور است، جنگ یا صلح از من اجازه میپرسی. گرنگ، من 1000 بار تو را گفتم که به اجازت ندارم. چقدر یک کاری بسیار بد شده است. بوکت با پلیس رفته دروغ گفته است. مادرت. من مادر ندارم ابله. من هم همین رو گفتنیم. مادرت دیگر نیست، مرده است. آقای ذوالفقار، از تو خوبی بزرگ به من رسید. پیهل بکن مرا. اصلا تو مرا پیهل بکن جان پولاد. ما چی حق داریم که گذشته از او تو به چی مناسبت پیهل میخوای از ما؟ راهی رفتن شما هنوز معلوم نیست آقای ذوالفقار. بازگشتن شما را مقرر کردن رفیقان. ما با دوستان این جای همان خیرخوش کرده پس آن به راه میبرایم. راه باید هرچی زودتر به راه براید. بیا کجان پولاد. بیا جان. بیا دوستم. ای والله. سلامت باشید. اکا، ما برای چی برگردیم؟ از برگشتن ما دیده اینجا ایستاده همراه مخالفین جنگ کردن ما خوب نیست؟ جای درست میگه اکا. اینجا ایستادن خفناک است. در آنجا مثل بوز گردن یازانده گشتن. اگر ما اینجا بمانیم هم دولت هم مخالفین ناراحت میشوند. ما را برای ترغیب و تشویقات نیز استفاده میبرند که اگر دولت ترکیه نباشد از دست مخالفین هیچ کار نمی آید. ما چیکار میکنیم اکا؟ ناپدید میشوید. من حتما میگویم که شما اینجایید. اکا، من نیتی ناپدید شدن ندارم. اینجا من یک کاری نیمکاره دارم.
یک حسابی کهنه را باید برابر کنم. ای بچه، تو هم قپیدی او مردی روس رو. تو میشناسی او رو؟ شامیل از زندگی هم عزیز است. عزیزتر است اکا. اینطور باشد کار نمیگیرم. من با توی هم دوستم. البتکین این کاری شخصی من است. تو نادرست نفهم. دخالت کسی دیگر را نمیخواهم. دوستم اکا. زنده باش دوستم. اکا، این طور که باشد من همراه شما بیروم. تنها چیکار میکنم؟ ترکستان شرقی می رویم. سیمایتان رو دیگر میکنیم گفته بودید. عبدالحی، ما کارمون را به فرجام رساندیم. میموری گفته بودند الله راضی نبوده است، نمردیم. می رویم اکنون هر چی پیران حکم میکند راضی میشویم. واقعا اکا اینها همش گپ است به فکرم. ما در ترکستان شرقی چطور پنهان میشویم؟ عبدالحی، تو در آینه یک بار رنگ رویت رو نگاه کن. چی شده است؟ ما مثل قره میشویم. آدم میتواند خود را پنهان کند، چنون سر و لباسی پوشد که حتی پدرش او را شناخته نتواند. آه بی‌شرفان! چی شده که؟ سردار تو را در این کار موظف کرده است. من پولاد علمدار را داشتم، به شما سپردم. تو چه خیلی حساب ناموفقی آدمانت را از من میپرسی؟ تو اینجا گروه را راهبری داری یا تئاتر نمایش میدهی؟ این چی گپ است از برای خدا؟ تئاتر اگر نمیشد من حالی تا امروز زنده مانده نمیتوانستم و در آن کارها موفق نمیگشتم. اکا چی شد از گپ زن؟ با من بازی کردند عبدالحی. پیشوای گروه زنده است.